السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحابی بزرگ طلیحه ابن خویلد الاسدی یکی از دلیرترین جاسوس های اسلام در تاریخ وصف کرده شده است. او مسلمان شد و بعد دعوای پیغمبری میکرد و بعد باز توبه کرد و مسلمان شد. طلیحه را به 1000 جنگاور برابر میکردند. او از دلیرترین عرب ها بود. طلیحه از کسانی بود که در جنگ خندق در لشکر مشرکین بود. سال 9 هجری مسلمان شد و بعد دعوای پیغمبری کرد و بعضی قبیله های عرب او را متابعت کردند. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازه پهن شد که به نزد طلیحه جبرائیل می آید و به او وحی می دهد. پس در زمانه خلیفه یکم مسلمان ها ابوبکر رضی الله عنه بر ضد طلیحه خالد را با لشکری روان کرد. جنگ سخت شد و طلیحه با لشکرش شکست یافت و گریخت. طلیحه به شام رفت به نزد غساسینه ها و بعد پشیمان شد و آمد و مسلمان شد. به طرف مکه رفت برای عمره. در زمانه ابوبکر رضی الله عنه شرم می داشت که با ابوبکر رضی الله عنه ملاقات کند و باز در زمانه عمر رضی الله عنه به مکه رفت و عمره کرد. او را عمر رضی الله عنه دید. با او گفت تو 2 مرد صالح را کشتی، یعنی ثابت و عکاشه را. طلیحه گفت از دست من شهید شدند ای امیر المؤمنین. عمر رضی الله عنه گفت به خدا قسم تو را من هرگز دوست نمی دارم. طلیحه رضی الله عنه گفت پس معامله خوب بکن ای امیر المؤمنین. در جنگ قادسیه سرلشکر مسلمان ها سعد ابن ابی وقاص بود. جنگ بر ضد فارس ها بود. لشکر فارس ها زیاد بود و با قوت بودند. پیش از شروعات جنگ سعد ابن ابی وقاص 7 نفر را از مسلمانان به طرف لشکر فارس ها روان کرد تا که این 7 نفر 1 نفر از لشکر فارس ها اسیر بگیرند و خبری بیارند. از بین آن 7 نفر طلیحه رضی الله عنه هم بود. وقتی آن 7 نفر به نزد لشکر فارس ها رسیدند و لشکر بزرگی را دیدند، گفتند برمیگردیم. همه برگشتند بجز طلیحه. طلیحه رضی الله عنه پنهانی و تنها به لشکر فارس ها در آمد. لشکر فارس ها 80,000 نفر بودند. طلیحه بین خیمه ها می رفت تا که به نزد خیمه بزرگی رسید. خیمه سفید بود و در نزدش بهترین اسب ها بودند. طلیحه فهمید خیمه رستم است، یعنی سرلشکر فارس ها. پس ریسمان های خیمه را برید و خیمه بر سر رستم و نزدیکانش که در درون خیمه بودند افتید. مقصد طلیحه رضی الله عنه پس زدن و ترس را در دل آنها جای کردن بود. پس طلیحه رضی الله عنه اسب را سوار شد و گریخت. چند نفر از لشکر فارس ها از پشت طلیحه رفتند. وقتی سربازان فارس ها با اون نزدیک می شدند او تیز حرکت می کرد. وقتی دور می شدند آهسته حرکت می کرد. مقصد طلیحه این بود که یکی از آنها را اسیر بگیرد. 3 نفر از سربازان فارس ها با طلیحه نزدیک شدند و باقی مانده برگشتند.
طلیحه رضی الله عنه به پشت نظر کرد، دید که فقط 3 نفر از پشتش می آید و ایستاد و با آن 3 نفر جنگید. 2 نفرشان را کشت و یکی را اسیر گرفت و به نزد سعد ابن ابی وقاص آورد. وقتی به نزد سعد ابن ابی وقاص در آمدند، سرباز فارس ها گفت: من را نکشید، من درست جواب می گویم در سوال هاتان. سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه گفت: برایت امان می دهیم و ما قومی دروغگو نیستیم، یعنی اگر برایت امان دادیم ما خیانت نمی کنیم. سعد پرسید: از لشکر خودتان بگو، یعنی معلومات بده. سرباز فارسی گفت: از لشکر خودمان بگویم یا از این شخص شجاع و دلیر، یعنی از طلیحه. مثل این شخص را ما ندیده بودیم. من از جوانیم در جنگ ها اشتراک کردم، ولی مثل این شخص را ندیده بودم که به تنهایی به لشکری درآید، به لشکری که دیگر هیچ لشکری در آمدن نتوانسته بود. به لشکری در آمد به تنهایی و ریسمان های خیمه سرلشکر را برید و اسبش را سوار شد و گریخت. چند نفر از پشتش رفت. 2 نفر را کشت که هر دوی آنها پسر عموی من بودند و آن 2 نفر برابر به 1000 نفر بودند، یعنی هر یکی از آنها برابر به 1000 نفر بودند، جنگجو بودند. من از پشتش رفتم، میخواستم قصد آنها را بگیرم که من را اسیر گرفت. اگر مثل او نزد شما باشند، پس هرگز شما در جنگ شکست نمی‌یابید. او و مسلمان ها در جنگ بر ضد فارس ها پیروز شدند. طلیحه رضی الله عنه در جنگ نهاوند سال 21 هجری شهید شد. بعد از گذشت حیات پر از جوانمردی، پس الله او را رحمت و مغفرت کند.